خب دوستان، خوش اومد به یک ویدیو دیگه از چنل کینگ عرفان. رکورد قبلی که انجام دادم و میخواستم همین ویدیو رو برم، تاریخ رو عوض کردم و با آندرتیکر به شان مایکلز باختم. به خاطر یه ذره دیفیکالتی رو آوردم پایین، چون خیلی وقت پلی ندادم و یه ذره نوب شدم. اگر بازم سوتی چیزی دادم دیگه ببخشید به بزرگی خودتون. این یکی از سکسی ترینش که مسابقه بعدیه، ولی این یکی از سکسی ترین مسابقات بود که سر کریر شان مایکلز بود و استریک آندرتیکر که آندرتیکر تو رسلمنیا به هیچکی نمیباخت. سر استریک آندرتیکر بود، یعنی اگر شان مایکلز میبرد استریک آندرتیکر تمام میشد، اگر هم که آندرتیکر میبرد شان مایکلز کریرش تمام شد. آره بریم شروع کنیم و از پارت بعدی 2 تا مچ میریم. پارت 15 هم 2 تا مچ میریم، به خاطر اینکه میخوام همزمان با پیگو دبلیو تموم شه. پیگو دبلیو تو بهمن تموم میشه، اینم میخوام تو بهمن تموم شه و اونجایی که 8 تا ویدیو جا داریم میتونم یکی یکی هم برم، ولی 8 تا ویدیو خالی داریم گفتم بکنمش 8 تا دیگه. 10 تا پارت مونده، 10 تا مچ مونده، ولی بکنمش 8 تا. اول از همه باید دمیجش بدید و یه لایت کومبو بزنید. اینطوری قرار نبود بگیم میشه بینو. خب این لایت کومبو دایره مربع، اینم از این. ای وای دوید سمتم یه لحظه ترسیدم. خب وقتی که افتاده تو کورنر، یا کورنر کجاست؟ این کورنر مربع ضرب در بزنید. من نصیحت میکنم مربع بزنید، چون ضرب در بزنید حرکت میزنه روی دایره. ضرب در حالا اینطوری بلندش کنه و بگوات زمین. حالا بالا رو نگه دارید، اول بالا رو نگه دارید بعد دایره بزنید ضرب در. اول بالا رو نگه دارید بعد که دفاع میکرد. حالا بالا نگه داری ضرب در دایره بعد ضرب در بره. خب میره بالا آندرتیکر. او مای گاد. خب ساوث نورث ایست میدوی سمت ضرب در، یا مربع میزنید که رفتیم هوا. باید جمع کن باید دمیجش بدید و وقتی که تو کورنر مربع و ضرب در بزنید. مربع و ضرب در که قشنگ نبود، ضرب در یا مربع یا ضرب در فرق نمیکنه کدوم اول بگم، ولی خب منظورم و نبود یا بود. اذیت میکنی. حالا خوبه دیفیکالتی هم آوردم پایین. نگاه کن الان میزنه. مربع بخور. نه چرا اینطوری بخور بابا؟ ای بابا چه سگیه شان مایکل. بخواب یه دقیقه. گلوم گرفت. بیا برو این تو. چرا اینطوری میزنتش؟ من نمیفهم. مربع. خب نگاه کنین میندازیدش دوباره این گوشه، حالا هر گوشه دوست دارید و جهت خودشو نه. ببینید جهت خودش نه، جهت دور رو میگیرید دایره میزنید ضرب در بزنید. اینطوری میشه. خب اینو همینطوری نزنید، این 3 تا فینیشر میخواد. همینطوری نزنید. من دفعه قبلی این سوتی رو دادم 3 تا فینیشر، سوپر فینیشر باید بزنید. حالا سیگنیشر هم سرش بزنیم که فینیشر هم سریع‌تر پر شه. یه فینیشر دیگه هم میخوایم همچنان. نظر من لگت ما کردن خیلی سریع‌تر پیش داره. از پایین آندرتیکر. حالا بگو سوپر فینیشر هم دفاع کن. دوباره 1 ساعت 3 تا فینیشر باید
بزنید همینطوری تا فینیشرتون بگیرید دیگه چیز خاصی نداره که بخوام بگم یا ابوالفضل. نذارید بپره روتون. انگار دارک سولز دارم توضیح میدم ولی نذارید بپره روتون. حواستون باشه بپره روتون بدبخت میشه. فکر کنم کامبکشه باشه. نذارید در اصلا هر چقدر کودک نخورید به نفع خودتون. عشقم مادرش کمرش من که نمیخواستم بیام بیرون عزیز من خودت منو آوردی بیرون تو اومد بیرون لگد مال همیشه خب به اینجا سرش داخل الا میریم داخل الا سوپر فینیشر رو میزنیم کاری نداره میتونید تمامش کنید اینجا ولی خب تمامش نباید کنسلش کنید و باید ازار دمیجش بدید بده آره خانتا بعد بیرونه دمیجش بدید حواسم ترجیحاً پرتش کنید این سمت حالا بهتون میگم چرا ترجیحاً پرتش کنید این سمت حالا الان میفهمید بعد چی میگم باید لگت باشه حالا بلندش کنید ببینید اینجا باید یه ضرب در بزنید این سمت رینگ ساید باید یه دونه بزنید به خاطر همین گفتم سعی نکنید خیلی سریع برید تو که اینطوری با کله اومد تو صورتم به خاطر انرژی بگیرم که بعد برم ولی خودش انداختم ای برنج یا توی دهنی ازش در دهن اون دهنی ازم یه مشت دهنش میره چوکسلم که چوکسلم رو رید توش ای خدایا من نمیفهمم هر چقدر دیفیکالتی اینو بیارم پایین بازم سگه ها یا من خیلی نوبه سگم ها نذارید بپره روتون همچنان حواستون باشه این باس دارک سولز خیلی خطرناکه نذارید اوه مای گاد پرواز میکنه حالا میخوام ماساژ بدم شونش رو یکم بخواب زمین از زم ماساژ تایلندی میخوام آی دوباره بینم ماساژ تایلندی چرا تایلندی حالا نمیدونم ماساژ مالزی ای بخواب عزیزم ماساژ بخواب عزیزم یه ذره میخوام مالشت بدم بلند شو یه حرکت جدید داریم که اسمش هست قلنج کمر قلنج کمر عزیزم این ور شو یکم باید یه سال دفاع کرد فکر کنم Stay in the ring and look to take Sean on a signature last ride. حالا این چطوریه؟ این یکم سخته. اگه بیاید توی موو گفته last ride. گفته standing front پین کمبو فلان. گفته همینطوری آردو مربع. اما قضیه که هست اینه که یکم سخته و ممکنه چوکسلم بزنید. چرا؟ چون هر دو فینیشر داره. حالا چه کار کنید که اون یکی سیگنیچرشو بزنه والا اگر من خودم بدیم شاید دیگه پس چرا اومدی آموزش میدی که خودت بلد نیستی والا باز اگر من بدیم آردو رو نگه میدارید مربع هم نگه دارید آها باید جفتش رو نگه دارید آفرین وایل آن تاپ رو میبرش بالا مربع ضرب در میزنید یه ذره باید دمیجش الله اکبر آها نه عزیزان من اشتباه زدم شما اشتباه نزنید شما باید برید بالای تاپ رو مربع یا ضرب در بزنید وقتی که شان داونه حالا من یه کار دیگه کردم بعد خوب ای وای نه نخورید اینو ترجیحاً که نه اینو اصلا نخورید سوپر کیکر رو بخورید به فاک رفتید یعنی از الان بهتون بگم بلند شو مرد
کنم سینه خیز. بلند شو مرد، بلند شو مرد مرده ای درست، ولی بلند شو. یه مشتم بزنیم تو دهنش. تمومه. نه آرام باش. رانینگ اتاکینگ بریم. میتونیم سمت بار اول یه دونه ناو آندرتیکر. آی کمرم بایسته بیدم. اون پرتمون کرده سن. آها همین خوبه، همین خوبه، همین خوبه، همین خوبه. آره باید برید اونجا. آها باید برید اونجا بفرستید سمت چپ بالا، دایره بزنید سمت همون بری که هست، یعنی چپ بالا رو بگیرید، 2 تا دایره بزنید. همین ترجیحاً 3 تا دایره بزنید اگر باگی چیزی خود. شام مایکرز گرفتیم، آندرتیکری گفتیم و زمین رسلمنیا 25. همین یکم سخت بود مچ بعدی سکسی ترینه واقعا، یکی از سکسی ترین، سکسی ترینه. مچ بعدیش هم یکی از سکسی هاست که هر دوتا رو تو پارت بعدی یعنی هم اینو هم باشه این دوتا رو توی پارت میرفتم، ولی خب هم اینو هم ست رولینز ورسز رندی اورتن رو توی یه ویدیو میریم. رسلمنیا 30 اون رسلمنیا 31 فکر کنم درستیرم میاد. خیلی ممنون که ویدیو دیدید. حتما ویدیو لایک کنید، تا چند سابسکرایب کنید و زنگ نقشم بزنید که ویدیو گذاشتم بیاد ببینید. اوکی مای گایز. دیگه اینم بود از ویدیو. تا ویدیو بعدی. نه اینو نگفتم، چنل دیسکورد، اینستاگرام، تلگرام تو دیسکریپشن هست، چنل دومم تو دیسکریپشن هست و اگه دوست داشتید برید اونور یه سری چیزها هم اونور میذارم. و آره دیگه فعالیت کامل نره ولی یه سری چیزا اونور میذارم. آره دیگه خیلی ممنون که دیدید. لایک کنید، سابسکرایب کنید، یادتون نره. تا ویدیو بعدی. فعلا خدا نگهدار. همین خوبه. 15 دقیقه اون موقع 17 دقیقه شد و باختم.